با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز. میخواستم در مورد وایت فاکتور، این پرنده زیبا، واسهتون یه بحث کوچیکی رو به حسابی انجام بدم. من استاد نیستم، بر اساس تحقیقاتم، بر اساس پرسجوهایی که از استادان کردم، خواستم به حساب اینا رو در خدمت دوستان قرار بدم که شاید انشالله به کارشون بیاد به امید خدا. وایت فاکتور در دو نوعه، یکی دومینانته، یکی رسسیوه. در مورد دومینانت اول شروع میکنم. دومینانت همون وایتیه که به حساب زردی خفیفی روی شاهپرهای پروازش نشسته. یعنی دومینانت یه زردی خفیفی روی شاهپرهاش داره و به حسابی جفت زدن دومینانت با دومینانت قدغنه، یعنی مرگ و میر در جوجگی، در داخل تخم بدون نطفگی، بعد در جوانی و به حسابی به این حده. بعد چربی زیر شکم دومینانت زرد رنگه، یعنی مثل اینکه به زیر شکم رد فاکتور یا یلو فاکتور نگاه میکنی که زرد رنگ چربی زیر شکمش، دومینانت هم به اون صورته. بعد فقط باید با رسسیو جفت بشه که بتونی ازش یه کارایی بکشی. خودش به مسابقه نمیره ولی برای جفتگیری خیلی خوبه، یعنی تنظیم پر میکنه، پرنده رو به جلو میبره. ولی به حسابی دومینانت رو میتونی با رد فاکتور هم جفت بزنی، میتونی با یلو فاکتور هم جفت بزنی. وقتی که با دومینانت و با رد فاکتور جفت میزنی، یک دوم جوجه ها رد در میاد، یک دوم جوجه ها دومینانت در میاد که حامل رد فاکتور نیستن هیچ کدوم. رد فاکتور که هیچ، ولی دومینانت ها حامل رد فاکتور نیستن. ولی وقتی با یلو هم جفت زدی همون شرایطه. اومدیم با رسسیو اگه جفت بزنی، 1/4 جوجه ها زرد میشن، 3/4 جوجه ها سفید میشن. اون 3/4 نصفش رسسیو، نصفش دومینانت. این از دومینانت ما. به حسابی دومینانت یک پرنده زیباست ولی به عنوان مسابقه ای نیست، نمیتونی تو مسابقات اشتراکش بدی، فقط میتونی تو سالنت نگه داری برای به حسابی درست کردن وایت های رسسیوت. این از دومینانت ما. بعد اومدیم سراغ دو رسسیومون. رسسیو سفید خالصه که در تصویرم میبینید این دوتا پرنده زیبا که روبروم هستن، بالایی نره و پایینی ماده است، اینا هر دوتا رسسیو هستن. رسسیو همون سفید خالصه بدون داشتن هیچ رنگی تو شاهپرها. و برای گرفتن جوجه های خوب از رسسیو باید با رسسیو بزنی. یعنی بخوای پرنده هایی که مسابقه‌ای بگیری ازشون، باید با جنس پرش رو تنظیم بکنی به حسابی، بعد کیفیتش رو بسنجی و با اون تنظیم بکنی که جوجه های خوبی بگیری. چون رسسیو با رسسیو 100% رسسیو میده، دیگه نمیاد پرنده دیگه بده. چربی زیر شکم رسسیوا سفیدن، یعنی سفید مایل به خاکستری. این چربی زیر شکم یعنی متمایز میکنه کلا وایت فاکتور رو با پرنده‌های دیگه. کم بوده ویتامین آ تو رسسیو خیلی زیاده، چون بدنش نمیتونه ویتامین آ تو تامین بکنه، باید تو بهش تقویت بدی. بعد میایم رسسیو میتونی با رد فاکتور هم جفت بزنی، با یلو فاکتور هم میتونی جفت بزنی. دیگه رسسیو ایکس رد فاکتور تمام جوجه ها رد فاکتور میشه، رسسیو ایکس یلو فاکتور تمام جوجه ها زرد میشه، یا زرد روشن یا رد فاکتور روشن میشن. یعنی به حسابی رنگشون یکم کم رنگتر میشه ولی دیگه حامل ژن رد وایت فاکتور نیستن، دیگه میکشه به رد فاکتور. یعنی به حسابی رسسیو یا وایت فاکتور رسسیو حامل ژن نداره هیچ وقت. بعد رسسیو تو رسسیوا آلبینو هست، یعنی چشم قرمز. آلبینو همیشه بدون لکه هستن، همیشه بدون لکه هستن. تمام لیپوکروم ها از زعش به وجود اومده به جز ایزابل، و احتمال داره که لکه های کوچیکی از پدران یا وراثتی تو بدنشون بیفته.
ولی تو چشم قرمزا اصلا هیچ لکه‌ای وجود نداره. اون چشم قرمزا فقط تو رسسیو هستن. یعنی چشم قرمزا عاری از لکه میشن. باید کاری بکنی که تو سالنت به امید خدا یا حاملین ژن چشم قرمز داشته باشی یا چشم قرمز. چشم قرمز خیلی ضعیفه، خیلی مستعد مریضیه، زود مریضی میگیره، چشمش عفونت میکنه، بدنش ضعیف میشه، زود کور میشه. ولی واسه تنظیم به حسابی سالنت که بهترین کیفیت رو بتونی بگیری بدون پرنده‌های بدون لکه، سعی بکنی با حاملین ژن چشم قرمز کار بکنی که لکه تو سالنت خیلی کم باشه، چون لکه اکثرا میفته، گفتم دیگه، به خاطر همون جهش. بعد جنس پره که گفتم در رسسیو خیلی مهمه، باید تنظیمش بکنی که جوجهات قالبی به دست بیاد، یعنی جوجه های قالبی به دست بیاد، خوشگل و زیبا و کیپ. تغذیه تو رسسیو مهم نیست، یعنی اصلا مهم نیست. کسی ادعا بکنه که وایت فاکتور دارم رسسیو باید بهش بیانکو بدم، اصلا اشتباهه، یعنی اصلا اشتباهه. چون بیانکو فقط واسه دستپر سفیداست، واسه رد فاکتور دستپر سفید، موزاییکی یلو دستپر سفیده، موزاییکی زرد و قرمز، فقط واسه اینا استفاده میشه بیانکو به وایت فاکتور اصلا نیاز نداره. یعنی میتونی بهش زرده تخم مرغ بدی، میتونی بهش هویج بدی، اصلا میتونی بهش رنگدونه بدی، هیچ مشکلی نداره. نمیگم برید رنگدونه بدید ولی به حسابی مشکلی نداره واسش، خرابش نمیکنه پرنده رو. شد دیگه یه دفعه احتمال داره مثلا رنگدونه بدی بهشو، یعنی هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد. تشخیص نر و مادگی رسسیو خیلی مشکله، یعنی واقعا مشکله. الان که بنده چند ساله به حسابی رسسیو نگه میدارم، خیلی واسه من خیلی سخته. بعد جنسیت تشخیصش رو باید طوری بکنی که جوجه هاتو تو قفس‌های پرون بزرگ نگه داری که چربی نگیرن، چون چربی گرفت وایت خیلی سخت میشه. دیگه میبینی برج 12 نر یا ماده تو آماده نشده، به اسم ماده میذاری، میای برج 12 آخراش این چربیش آب میشه، شروع میکنه به مستی، میبینی نر در اومد، دیگه کارتو کلا میلنگونه. یعنی به حسابی سیستم پرورشی تو رو قاطی میکنه، اون وقت میمونی معطل. بعد اونم گفتیم. حالا به حسابی تغذیه هم گفتیم، تشخیصش هم گفتیم. رسسیو با دومینانت میتونی جفت بزنی. تو دومینانت گفتم 1/4 جوجه ها زرد میشه، 3/4 جوجه ها سفید، نصفش رسسیو نصفش دومینانت میشه، که اون رسسیوها دیگه درجه 1 میتونی با رسسیوهای خودت روشون کار بکنی، یعنی کیفیت میره در حد به حسابی درجه 1، چون دومینانت جنس پرش خوبه، میاد رسسیو هم تنظیم میکنه. یعنی دیگه اون جوجه به حسابی که رسسیو در اومد، اون دیگه جوجه درجه 1 به امید خدا. بعد اومدیم یه توضیح کوچولو هم میخوام بدم در مورد تمام سفیدها. سفیدها منظورم وایت نیست، منظورم آگات سفیده، ایزابل سفیده، لیپوکرومای سفیده، مثلا توپاز، منظورم ایناست. اینم به حسابی اشانتیون میشه گفت. آقا باید تمام سفیدها باید دومینانت و رسسیو بودن پرنده ها دقت بکنی. یعنی بعضی از بچه ها میگن من توپاز جفت زدم جوجه ها مردن، یا جوانی یا جوجگی یا داخل تخم نطفه نشدن. بعد بعضی ها میگن من فلان جفت زد. به خاطر اینه که عزیز من، داداش من، به خاطر اینه که دومینانت و رسسیو رو رعایت نکردی، برداشتی دومینانت و با دومینانت جفت زدی، جوجه ها تلف شدن، مردن، نتونستی جوجه بگیری. ولی تو بیای رسسیو و دومینانت رو تو خود توپاز رعایت بکنی، دقت بکنی، رعایت بکنی، بهترین جوجه ها رو میگیری با کیفیت بهترین پر. یعنی پر رو یک دومینانت رسسیو بودنشون رو رعایت بکنی، بهترین جوجه ها رو میگیری. اینم یادگاری باشه از من واسه شما. مخلص همه عزیزان هستم، انشالله موفق باشید. بازم هر سوالی باشه من در خدمتتونم. دوستدار همتون، خدا حافظ. یا علی مدد.